هر کی اومد پای خود بس رفت، هر کی اومد پای خود بس رفت، این جهان وقتی کس نموند دو. خلقی ترین، زحمتکش ترین و پرجستجو ترین نویسنده تاجیک، همتایان و شاگردان و اهل ادب و فرهنگ در مراسم ویدا از کرامت الله میرزایف نویسنده خلقی تاجیکستان با این صفتها نام بردند. کرامت الله میرزایف اول گیریم همچون انسان، یک انسان بسیار نیکسریش، نیکبین، خیرخواه، زحمتکش، وطن دوست، همین تمام صفتهای خوبی انسانی میتوان در راستای نامشان ماند. همچون ادیب، همچون نویسنده، من باید بگم که یکی از نویسنده های سیرخواننده ترین در تاجیکستان کرامت الله میرزایف بودند. کرامت الله میرزایف در سن 83 سالگی بعد 2 روز بیماری در زادگاهش دهه نیلکان در کنار دوشنبه درگذشت. مراسم ویدا با این نویسنده با حضور صدها تن از چهره های علم و ادب و سیاست تاجیکستان برگزار شد. با یک کاوش های تحقیق های بدیعی و ادبی و در موضوع های گوناگون و انسان های آفریده او در نسل معاصر ما یک جای نمایان دارد، یک جای نمایان درد ارمان های انسان ها را در هر مرحله زندگی در اثر کرامت الله با رنگ های دیگر، با تابش های دیگر خواننده پیدا میکند. اهل تحقیق کرامت الله میرزایف را نویسنده میدانند که یک عمر در دهه در میان مردم زیست و زندگی واقعی همزمانان خود را وارد ادبیات کرد. اثرهای کرامت الله میرزا اثرهایی هستند که مثلا اونها درباره واقعیت امروز، بنابراین اهمیت تعلیم و تربیت بسیار زبانی و مثلا بسیار زبان خوب است، زبانی هست که مثلا زبان شیرین، زبانی است که با زبان زنده خلق آمیزش یافته است. بنابراین من فکر میکنم که اثرهای کرامت الله میرزا مخصوصا همون رمان‌ها و قصه های وی ماندگار هستند. کرامت الله میرزایف از کمترین نویسندگان نام برده شد که موضوع جنگ شهروندی تاجیکستان را در چندین اثرهایش واقع بینانه به تصویر کشیده است. لیکن سهمشون در روزانه همین یور بیهد کلان است. سهمشون شاید من پیش از من قید کردن در سود و ثبات جمهوری تاجیکستان کلان است. سهمشون همچون غمخور و ساحه ادب و قربانی ادب خیلی کلان است. کرامت الله میرزایف مؤلف قصه، پاوست و رمان‌های درد عشق، نشان زندگی، مرگ بیگناه، در آرزوی پدر و دهها قصه و حکایه های دیگر است که شماری از آنها به سینمای تاجیک نیز ره یافتند. او هم در دوره شوروی و هم در دوره استقلال نوین زحمت نویسندگی را همچون نان حلال خیش پذیرفت و از پشت قلم زندگی کرد و ما با او دوستی دیرینه داشتیم. هم در دوره ژورنالیست و در دوره جمهوریت کار کردنش، هم در دوره نشریات عرفان کار کردنش. این نویسنده سالها در نشریه های گوناگون تاجیکستان به صفت روزنامه‌نگار و سردبیر کار کرده، زمانی در دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان نیز فعالیت داشته است. بر اساس وصیت خود نویسنده، او در زادگاهش در کنار پدرش ایشان میرزا از شخصیت‌های معروف مذهبی وادی حصار به خاک سپرده شد. هرچند نویسنده‌های خلقی تاجیکستان را در آرامگاه ویژه شخصیت‌های مهم تاجیکستان لچاب به خاک می‌سپارند.